وطندارای عزیز، امیدوار هستیم جور صحتمند باشین. وطندارای عزیز، شما را خوش آمدید میگیم به معرفی 6 جیر باغ فروشی در ولایت کندوز، ولسوالی خاناباد، ناحیه 4 قریه میروسن مربوط ناحیه 4 میشه که راه عمومی از راه سرک چارتوت یعنی بندر شوراب است. از بندر شوراب هم راه داره تا انگتیلی که در قریه چارتوت است، در عقب از او سرک آمدگی است مستقیما سر امی باغ و همچنان راه دیگری از که است از خود بندر شوراب سرک که به قریه خوجبولک و قریه پنشیری ها متصل میشه به این سرک هم وصل است. وطندارای عزیز، اینمی باغ است. باغ است، انواع میوه های گوناگون در باغ است که بسیار یک سایه بسیار خوبش اساس بادام است، زردآلو، شفتالو است، ارالو است، انواع میوه های وطنی افغانی، همچنان انگور هم است. فاصلش که است در سرک فاصله نداره دیگه، در سرک متصل است. در سرک چسبیدگی است. سرکی که در قریه کوهستانی ها و قریه پنشیری ها بالاخره پس وصل میشه در سرک دگری. دیگه اینمی باغ در بهترین موقعیت است. وطندارای عزیز، کدام دوست وطنداری که خوشدار باغداری است و میخواهد که در باغ هم خانه داشته باشه و هم اینجا لذت ببره و نگفته نمونه که یک دربند حولی هم در بین باغ است، در جمعی هم 6 جیری بسته. اون رویبری را که میبینید شما مشاهده میکنین حولی که است مربوط باغ میشه. قوالی از هم که است کندش رئیس دارای اسناد پاک و صاف میباشه. کدام وطنداری که میخواست که ایره خریداری بکنه انشالله که پشیمان نمیشه. قیمتش هم مناسب است. اگر در 20 حساب کنیم یک نرخ ناچیز است. جریب 8.5 لک و جرامت در خدمت شما قرار داره. دیگه باغش کلان است وطندارای عزیز. اگر ما قدم زده بگردیم گوشه و کنار اجیر ما فیلم برداری کنیم چاچی کامره خلاص میشه، ولی ما خواستیم که در مرکز باغ از نمیجه براتون یک ویدیو را تقدیم بکنیم. کسایی که در داخل و خارج هستند ما را بیننده هستند میتونن که با شماره تماس گذار شده رابطه با این باغ به تماس شوند و قیمتش هم مناسب است. وطندارای عزیز، به خریدش پشیمان نمیشین. اگر بیاین زندگی کنین لذت میبرین. بسیار یک سایه طبیعتی سرسبز. وطندارای عزیز، خوش و آرام باشین. واقعا وطن ما بسیار جای خوب است. در قسمت مالداری، زراعت، هر چیز که است دست بالا داره. دیگه نام خدا اینجا اول داره و یک گپ دیگه که یادم نره برق هم داره. طبعا دیگه ناحیه 4 است. دیگه اگر میخواستین خریداری بکنین فرصت ایدست نتین. سعی کنین که چه رقم نام خدا میوه داره باش که پیش درخت زردولی یک بریم. وطندارایی که در خارج هستن زردولی وطنی را در خود شاخ درخت ببینن تماشا کنن. در بازار در دیگه جای در سر کراچی و خجاف است. دیگه این زردالو پخته شده. یعنی وطندارای عزیز، سال که نیکوست از بهارش پیداست. یعنی هم زردالو سعی که دمی فقط همه خوشی انگور بری همه تو دیگه خلاصه گرد نداره دیگه. زردالوش نام خدا بیخی همه تو به ثمر رسیدگی است. نوش جان کنیم که سوی یک زردالوی خوبش است. نیمش به افتخار خودم، نیمش به افتخار وطندارایی که دور از وطن هستن. خوبش اینی هم قراولو میگم. روی باری موقعیت بسیار شیله کلان است، شیله انگور است. دیگه اینی طرف میبینین که نام خدا درختاش زیاد هست. آخر باغ که است شاید دو سمت است پایین است. دیگه ما فقط اینی درخت زردالوش است که نام خدا بسیار زیاد زردالوی قیسی دیگه. حالا وطندارای عزیز اینی زردالو خیلی مزه داره.
خیلی یک جای خوبش است. ما یکم جای میریم برنامه هم میگیریم وطندارای عزیز ساعتمون تیر میشه. یک فکر ما دیگه میشه جای سرسبز جای طبیعتی میریم دیگه. پشت سر کامرمان صاحب که است یک نوالو است بسیار کلان فقط شفتالو ورزه. اینی آلو که است آلوی تاجیکی است دیگه. درختش خرد است ولی آلوش کلان. اینجا هم زردالوست. اینی هم آلوست. آلوی بسیار خوبش است دیگه. وطندارای عزیز اینا دیدین آخر باغه که اینی آخر باغ است. اون درختایی که بالا میشه چنارا را که میبینین اینمی آخر باغ است. اولی که براتون گفتم اینی بسیار یک اولی کلان است در بین باغ است دیگه. قابل استفاده است، قابل زندگی کردن است. آبادیش هم تاریخی سابقه است ولی جایش مکانش قصه ها و خاطره ها داره اینجا وطندارا. چون که وطن ما شماست. در این جاها که بیایی فکرت هر قدر نارام باشه، هر قدر که دپریشنت خراب باشه، اینجا که بیایی فکرت آرام میشه. با بخصوص به خوردن یک قسم یک زردالوی وطنی، هم قبل از غذا هم پیش از غذا میل کنین. خب وطندارای عزیز همینجا اینا گفتن همونه که گلهای بسیار عاشقانه و گلهای بسیار خوبش و همچنان یگانه گلی را که من خوش دارم گل ملکه شب است که اینا یک بوی بسیار خاص داره. میاله بویش که است همه تو از بوی از این لذت میبریم. اینی هم گل لاله باغ است دیگه. طبعا دیگه در باغ که در یک دل زنده میشه. وطندارای عزیز جا ترفی نمیکنیم، فرصت ایدست نتیم، چرا که پیسه تونه در این رقم جای بند کنین. انشالله که انوش شیرزاد دعا میکنین. خوش آرام باشین.